علت کامیابی مسلمان ها در غزوه که رهبری حضرت سعد بن ابی وقاص داشت، در اوجا علت اساسی می بود وقتی که سعید بن عامر پیش یزدگرد می رود و جنرالای ششتن، در حقیقت 2 لک نفر نیروی نظامی، دندان مسلح، شترها و چیو این کلی چیزا اصلا اینا وارد می شود. باز برش میگه که ببین شما مردمی بودین که نان نداشتین، گندم نداشتین، باز ما شما را کمک میکردیم، بود نداشتین، لباس نداشتین، باز ما شما را کمک میکردیم، در بین خود می جنگیدین، یک دیگر را میکشتین، باز ما کمک میکردیم، جنگتان را ختم میکردیم. حالی هم ما فهمیدیم که شما بیچاره هستین، غریب هستین، چیزی ندارین، حکومت ایران یا فارس با شما کمک میکنه، ای برتان میته، برین دیگه خدا نکشین، در سرزمینتان برین، ما فردا بسیار زیاد کمک شما را میکنم، در جایتان برین. اون مبارک برش میگه نه تو خب بسیار کم چیز گفتی. با شروع میکنه ما اینقدر بدی ها داشتیم، بدترین بدی که به غیر الله سجده میکردیم. الله به ما پیغمبر را فرستاد، این پیغمبر به ما دین را یاد داد، با او دین خدا را به ما معرفی کرد، خود ما را به ما معرفی کرد، شما را به ما معرفی کرد، حقوق را به ما معرفی کرد. بنان آل ما مسئولیت داریم که جامعه انسانی را نجات بدیم. خب چی رقم نجاتش میدیم؟ برای چی آمدیم؟ به خاطر گرفتن چوکی تو نیامدیم، به خاطر از بین بردن تو نیامدیم، به خاطر سرقت دارایی شما نیامدیم. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. آمدیم مردم را از بندگی انسان خلاص بکنیم، مردم را بنده الله بگردانیم. برای ازی آمدیم. جئنا لنخرج العباد من جور السلطان الى عدل الاسلام. آمدیم مردم را از زور و ظلم و شکنجه سلاطین خلاصش بکنیم، به عدل اسلام اونا را برگردانیم. سبحان الله، ایتو عدل که در اوجا آمر و مأمور نیست، همگی یکسان است. ایتو عدل که پیغمبر علیه السلام انگامی که رحلت میکنه در مسجد استاد میشه در منبر و مردم میگه میشینه، مبارک استاد شدن توانش نداره، که او مردم میدانیم که ما را دوست دارین، پس اگر دوستیتان را به نمایش میگذارین، هر کسی که ما او را لط کردیم، او را زدیم، بیان از محمد قصاص بگیرد. دقیق شدن، این تو یک دین است، بیان از محمد قصاص بگیرد. بنان ما آمدیم تا جور ظلم سلاطین را چی کنیم؟ ختم بکنیم. جئنا لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعة الاخره. آمدیم که مردم را از دنیای کوچک برهانیم و به طرف سعی آخرت و آخرت وصلش بکنیم. این کلمه را که گفت، این قماندانا که اونجا نشسته بودن، زانوهای شکست، بازوهای شکست، بعد دیگه همیشه که میخواست مسلمان را بزند از خود سوال میکرد چرا میزنمش؟ ما برای چی مبارزه میکنم، او برای چی مبارزه میکند؟ اما بود که سقوط شد، در جنگ نکرد. بنان در اینجا هم قرآن کریم بر ما میگه که اصل پیام الهی است، این را ما شما باید برسانیم و برای گوش مردم و جامعه انسانی بتیم. ما باید به اخلاق و به روش و به دعوتی که دین گفته مردم را دعوت بکنیم.